موش و گربه تا منجری آوردن که در اطراف فلان شهر درختی بود و زیر درخت سوراخ موش. به نزدیک آن گربه خانه داشت. به صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صیادان بنهاد گربه در دام افتاد و بنماد موش به تله به تومه موش به تله به تومه سیاهه نرگیله سیاهه نرگیله گربه نرگیله زلیل مرده چه میکنی تو؟ برام درس میخونم. میخوام 100 سال سیاه نخونی. این چه درس خوندنیه؟ این درس همه با ریتمه خیلی قشنگه. بذار درس بخونم. درس با ریتمه چیه؟ بلند شو که پی مرگمو میخوام بذارم ما. بابا بذار درس بخونم. خب ما فردا تجدید آوردم کی جواب میده؟ این درس خوندن تو داری نیامبونه میزنی یا داری درس میخونی؟ کدوم نیامبون؟ داشتم این چیز حساب بزرگه. 20 کتاب گذاشتیم جلوی دستت، حالا موقع درس خوندن تو 20 کتاب میتونی بخونی؟ ها ما همشونه میتونم بخونم، همشون. همین الان تو گفتی منم باورم شد. ما الان مغزم جواب میده، هر چی بگیم و برات میخونم. آره دیدم از صبح فرستادم آش بگیری حلیم برداشتی جاشو آوردی.